آیا می‌دانید تنها داستان معتبر و صحیح که در آن کسی دجال را در بیداری دیده داستانی است که تمیم داری نقل کرده و پیامبر خدا سلام الله علیه آن را تایید نموده است؟ فاطمه بنت قیس صحابی جلیل القدر چنین روایت می‌کنند: روزی منادی پیامبر خدا صلی الله علیه و اعلان کرد نماز جمع است. من به مسجد. می‌دانید تنها داستان معتبر و صحیح که در آن کسی دجال را در بیداری دیده داستانی است که تمیم داری نقل کرده و پیامبر خدا سلام الله علیه آن را تایید نموده است؟ فاطمه بنت قیس صحابی جلیل القدر چنین روایت می‌کنند: روزی منادی پیامبر خدا صلی الله علیه و اعلان کرد نماز جمع است. من به مسجد رفتم، نماز را با پیامبر خواندم و در صف زنان پشت مردان ایستادم. پس از پایان نماز پیامبر صلی الله علیه و بر منبر نشست. تبسمی بر چهره داشت و فرمود: آیا می‌دانید چرا شما را جمع کردم؟ تمیم داری که پیش از مسلمان شدن نصرانی بود داستانی برایم نقل کرده که با آنچه همیشه درباره دجال میگفتم کاملا موافق است. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله ماجرا را چنین بیان کرد: تمیم داری گفت من با 30 مرد از قبایل لخم و جذام سوار کشتی شدیم. بادهای شدید و موجهای بزرگ 1 ماه تمام ما را در دریا چرخاندند تا اینکه نزدیک غروب آفتاب به یک جزیره رسیدیم. وقتی وارد جزیره شدیم موجودی را دیدیم که تمام بدنش از مو پوشیده بود به اندازه‌ای که چهره‌اش دیده نمی‌شد. به او گفتیم تو چی هستی؟ او گفت من جساسه هستم. نزد آن مردی بروید که در داخل دیر است. او مشتاق شنیدن خبرهای شماست. ما به سوی آن ساختمان رفتیم. وقتی داخل شدیم با بزرگترین انسانی که در عمرمان دیده بودیم روبرو شدیم. دستهایش با بند آهنی به گردن باسته بود و پاهایش نیز با زنجیرهای آهنی محکم قید شده بود. او پرسید از نخلستان بیسان برایم بگویید آیا هنوز میوه میدهد؟ گفتیم بلی هنوز میوه دارد. گفت نزدیک است که دیگر میوه ندهد. باز پرسید از دریاچه تبریه چه خبر؟ آیا آب دارد؟ گفتیم آب آن فراوان است. گفت زمانی میرسد که آب آن کم میشود. پرسید چشمه زغر چگونه است؟ آیا آب دارد و مردم زراعت میکنند؟ گفتیم بلی آب دارد و مردم به سرچشمه آن کشت میکنند. سپس پرسید از پیامبر امی یعنی محمد صلی الله علیه و سلم چه خبر؟ گفتیم او از مکه بیرون شده در مدینه ساکن گردیده است. پرسید آیا عرب با او جنگ کرد؟ گفتیم بلی. پرسید چه شد؟ گفتیم خدا او را یاری کرد و عرب به او ایمان آوردند. گفت واقعا چنین شده؟ گفتیم بلی. سپس آن مرد آهن بسته گفت بدانید پیروی از او برای آنان بهتر است. و اما من مسیح دجال هستم. نزدیک شده که اجازه خروج به من داده شود. وقتی بیرون شوم در 40 روز همه شهرهای زمین را میگردم. هیچ شهری از من در امان نمیماند جز مکه و مدینه. فرشتگان با شمشیر مانع ورود من به آن 2 شهر میشوند. فاطمه بنت قیس میگوید پس از پایان سخنان او پیامبر خدا صلی الله علیه و فرمود داستانی که تمیم داری نقل کرد این همان چیزی است که من همیشه درباره دجال برای شما بیان میکردم و مدینه همان طیبه است که دجال حق ورود به آن را ندارد. ابن سیاد پسری که مردم فکر میکردند دجال است در شهر پسری زندگی میکرد به نام ابن سیاد. نوجوانی که رفتارهای عجیب داشت، گاهی تنها گوشه‌ای می نشست، گاهی با خود زمزمه هایی می کرد و گاهی سخنان نامفهوم از دهانش بیرون می آمد. به همین دلیل شایعه افتاده بود که شاید این همان دجالی باشد که پیامبر صلی الله علیه و سلم از آن خبر داده است. یک روز پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه عمر بن خطاب رضی الله عنه و جمعی از اصحاب برای دیدن این پسر رفتند تا حقیقت را روشن کنند. وقتی به خانهش رسیدند او در پشت دیوار نشسته بود، چهره‌ای خاموش و نگاه‌های تند داشت. مادرش وقتی پیامبر را دید فریاد زد ای پسر محمد آمد. وقتی مادرش نام پیامبر را بلند گفت پسر فوران از حال خلوت خودش بیرون آمد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود اگر او را رها می‌کردی شاید حقیقتش را بهتر می‌دانستیم. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم از او پرسید آیا گواهی می‌دهی که من پیامبر خدا هستم؟ پسر با حالتی مردد و غیر طبیعی گفت